تکنولوژی هر روز داره پیشرفت میکنه. شرکت‌ها و کمپانی و استارتاپ‌ها همه توی رقابت دیوونه کنندن. هر روز یه اختراع جدید، یه آپدیت عجیب، یه محصولی که تا دیروز فقط توی فیلم‌های علمی تخیلی می‌دیدیم. از اپ‌های بدون کدنویسی گرفته تا واقعیت‌های مجازی هوشمند و زیرساخت‌های شهری متحول شده. و حالا امروز توی مهندسی معکوس می‌خوایم 10 تا فناوری جدیدی که قراره تو سال 2026 رونمایی بشه رو معرفی کنیم. با من همراه باشید. شماره 10 نمایشگرهای میکرو LED و شفاف. تلویزیون‌ها، عینک‌های واقعیت افزوده و ساعت‌های هوشمند به زودی ظاهر کاملا متفاوتی خواهند داشت. نمایشگرهای میکرو LED پس از سالها تحقیق و توسعه حالا در حال ورود به محصولات مصرفی هستند. برخلاف اولدها این نمایشگرها از ترکیبات عالی استفاده نمی‌کنند. بنابراین دچار سوختگی پیکسل نمیشن و مصرف انرژی کمتری دارن و عمرشون هم بسیار طولانی‌تره. در نمایشگاه CES 2024 شرکت سامسونگ از دیوارها و تلویزیون‌های عظیم میکرو LED رونمایی کرد و حتی نسخه شفاف اون رو هم به نمایش گذاشت. از اون طرف هم اپل روی استفاده از این فناوری تو نسل‌های بعدی اپل واچ کار میکنه. در کنار اینها نمایشگرهای شفاف و رابط‌های هولوگرافیک هم در حال نزدیک شدن به بازار هستن. تصور کنی شیشه جلوی ماشینتون مسیر رو نمایش بده یا ویترین یه فروشگاه تبلیغات سه‌بعدی نشون بده. شرکت‌های مثل LG، پاناسونیک و سامسونگ در حال آزمایش این فناوری هستن و طبق پیش‌بینی‌ها بازار جهانی میکرو LED ها و نمایشگرهای شفاف تا سال 2030 میتونه به بیش از 30 میلیارد دلار برسه. شماره 9 توسعه بدون کدنویسی. تا چند سال پیش ساخته یه اپ یا ابزار فقط مخصوص برنامه‌نویس ها بود، اما دیگه اینطور نیست. تا سال 2026 پیش بینی میشه بیش از 75% اپ های جدید با پلتفرم های بدون کدنویسی یا کم کدنویسی ساخته بشن. ابزارهای مثل بابل، گلاید و مایکروسافت پاور اپس فقط با درگ اند دراپ یا همون کشیدن و رها کردن کار میکنن. حتی اوپن ای آی هم این مسیر رو باز کرده تا هر کسی بدون نوشتن حتی یه خط کد ابزار هوش مصنوعی خودش رو بسازه به کمک GPT های سفارشی. از اون طرف گوگل اپ شیت هم داره به شرکت ها کمک میکنه تا بدون نیاز به استخدام برنامه نویس فرآیندهای کارشون رو خودکار کنن. البته این به معنی پایان برنامه نویسی نیستش. پلتفرم های بدون کد نویسی فقط ساخت ابزارهای ساده رو آسان تر کردن. هنوزم برای سیستم های پیچیده و مقیاس پذیر یا خاص به برنامه نویس واقعی نیاز داریم. در واقع این موج جدید داره برنامه نویس ها رو از کارهای تکراری آزاد میکنه تا برن سراغ چالش‌های جدی‌تر و خلاقانه‌تر. شماره 8 واقعیت‌های هوشمند XR. واقعیت مجازی دیگه فقط یه هدست و چند تا بازی ساده نیستش، داره هوشمندتر میشه. تا سال 2026 قرار فضاهای XR که ترکیبی از فضای مجازی و دنیای واقعیه خودشون رو بر اساس رفتار و علایق کاربر در لحظه بسازن. شرکت انویدیا شخصیت‌های خلق کرده که میتونن همزمان با کاربر گفتگو کنه و واکنش طبیعی نشون بده. متا هم میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده روی آواتارهایی که میتونن بداهه پردازی کنن، تعامل دارن و احساسات نشون میدن. حتی توی نمایشگاه CES فروشگاه‌های مجازی معرفی شدن که بسته به حرکت و رفتار بازدید کننده ها چیدمانشون رو به صورت زنده تغییر میدن. به طور خلاصه واقعیت مجازی داره از یه دنیای مصنوعی تبدیل میشه به یه محیط زنده و واکنشگرا. شماره 7 هوش مصنوعی خصوصی. چیپ‌های جدید اپل حالا میتونن پردازش هوش مصنوعی رو مستقیم روی خود دستگاه انجام بدن بدون نیاز به ارسال داده به فضای ابری. این یعنی سرعت بیشتر و امنیت بالاتر، چون اطلاعات شما حتی برای سرورهای خارجی هم فرستاده نمیشن. البته باید بدونید که مدل‌های هوش مصنوعی روی دستگاه مثل نسخه‌های بزرگ آنلاینش نیستن و محدودیت‌هایی دارن. قدرت پردازششون کمتره، حافظه‌شون محدودتره و توانایی پاسخ به مسائل خیلی پیچیده در حد مدل‌های ابری رو ندارن. با این حال این رویکرد داره تبدیل میشه به استاندارد جدید در طراحی سخت افزار و نرم افزارهای هوشمند، جایی که هوش مصنوعی خصوصی سریعتر و امن‌تر عمل میکنه. شماره 6 ربات‌های انسان نما.
ربات‌های انسان نما دیگه فقط راه نمیرن، حالا کارم انجام میدن. توی سال 2024 شرکت فیگر AI با BMW همکاری کرد تا ربات دوپای فیگر O1 رو وارد خط تولید خودرو کنه. شرکت اگیلیتی هم ربات دیجیت رو در انبار و مراکز توزیع کالا به کار گرفته. حتی تسلا هم ربات آپتیمس رو برای کارهای ساده کارخونه‌ای مثل تا کردن لباس و مرتب سازی قطعات به کار برده. چی تغییر کرده؟ این ربات‌ها حالا میتونن راه برن، اشیا رو بلند کنن و کارهای تکراری رو با دقت کافی انجام بدن و مهمتر از همه قیمتشون داره میاد پایین و تا سال بعد بعضی از این مدل‌ها ممکنه ارزان‌تر از یه ماشین کوچیک باشن. شماره 5 معلم‌های هوش مصنوعی. آموزش داره یه تحول شخصی سازی شده رو تجربه میکنه، شبیه چیزی که تو فیلم‌ها و موسیقی‌ها دیدیم. همه چیز دقیقاً مطابق سبک و سرعت یادگیری شما تنظیم میشه. ابزارهایی مثل کوینگو و دولینگو با کمک هوش مصنوعی مسیر یادگیری رو ویژه هر دانش آموز طراحی میکنن و نکات دقیقاً مطابق نیاز فرد ارائه میشه. پیش بینی میشه که بازار آموزش هوش مصنوعی تا سال 2032 از 30 میلیارد دلار هم عبور میکنه و مسیر آموزش برای همیشه تغییر پیدا میکنه. شماره 4 مواد خودترمیم شونده. پژوهشگران دانشگاه منچستر ماده‌ای برای هوافضا ساختن که ترک‌های کوچیک رو خود به خود ترمیم میکنه. این ماده با استفاده از فناوری‌های پیشرفته میتونه آسیب‌های سطحی رو شبیه به فرآیندهای طبیعی ترمیم کنه. شرکت LG Chem پوشش‌های معرفی کرده که خراش‌های سطحی خودرو رو با گرما در عرض چند دقیقه ترمیم میکنه. این پوشش‌ها با استفاده از نانوذرات و واکنش‌های شیمیایی آسیب‌های سطحی رو بازسازی میکنه. این فناوری حتی ممکنه به گوشی‌ها هم برسه تا جایی که صفحه نمایش خودش رو ترمیم کنه. چند شرکت در حال تحقیق و توسعه روی نمایشگرهای خود ترمیم شونده برای گوشی‌های هوشمند هستن. شماره 3 زیستشناسی مصنوعی. به لطف هوش مصنوعی دانشمندا حالا میتونن ژن‌ها رو طوری ویرایش کنن که میکروب‌ها خودشون چیزهایی بسازن که قبلا فقط توی کارخونه‌ها تولید میشد. از سوخت‌های زیستی و پلاستیک‌های تجزیه‌پذیر گرفته تا گوشت مصنوعی. این فناوری فقط برای محیط زیست نیست و توی دنیای پزشکی هم داره معجزه میکنه. از ساخت درمان‌های شخصی سازی شده گرفته تا مبارزه با سرطان و بیماری‌های نادر. شماره 2 کامپیوترهای کوانتومی. کامپیوترهای کوانتومی که تا چند سال پیش فقط توی داستان‌های علمی تخیلی دربارش میشنیدیم، حالا داره وارد مرحله کاربردی میشه. شرکت IBM در سال 2024 از پردازنده کوانتومی فلامینگو با 1386 کیوبیت رونمایی کرد و انتظار میره توی سال 2026 مدل قدرتمندترش با بیش از 4000 کیوبیت رو معرفی کنه. این پیشرفت‌ها میتونن انقلابی در علم و صنعت ایجاد کنند، از شبیه‌سازی مولکول‌ها برای ساخت داروهای جدید گرفته تا بهینه‌سازی زنجیره‌های تامین جهانی. البته هنوز راه زیادی تا استفاده گسترده از این فناوری باقی مونده، چون برای رسیدن به عملکرد پایدار باید سیستم‌های اصلاح خطا و زیرساخت‌های مخصوص کامپیوترهای کوانتومی کامل‌تر بشن. شماره 1 رابطهای مغز و کامپیوتر. و اینم عجیب‌ترینش، رابطهای مغز و کامپیوتر دارن از آزمایشگاه میان بیرون و وارد دنیای واقعی میشن. اوایل 2024 شرکت نرلینک تایید کرد که اولین تراشش رو توی مغز انسان کاشته و اون فرد تونسته فقط با فکر کردن نشانگر ماوس رو کنترل کنه. شرکت‌های دیگه‌ای هم مثل سینکرون دستگاه‌هایی ساخته که میتونن توان حرکتی یا ارتباطی رو برای افراد فلج برگردونن. توی آزمایش‌های بالینی بیماران سکته‌ای تونستن با BCL دوباره کنترل اعضای بدنشون رو به دست بیارن یا پیام بفرستن، اونم فقط با فکر. هنوز اول راهیم ولی تاثیراتش عظیمه و دیگه فقط تئوری نیست. خلاصه تقریبا هر پیشرفتی که دیدیم یه جورای رد پای هوش مصنوعی توش بوده، از ربات‌ها گرفته تا دارو و آموزش. حالا من یه سوال دارم، فکر می‌کنه این همه چیز که داره با هوش مصنوعی جلو میره یه فرصت بزرگه یا یه خطر جدی؟ نظرتو حتما توی کامنت‌ها بنویس و اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک کن و مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودی و تا ویدیو بعدی فعلا.